آدم همه عمر خانه و در گوید، فرزند و زن و یار و برادر گوید. آدم همه عمر خانه و در گوید، فرزند و زن و یار و برادر گوید. تا نان بر لبش رسد ندارد پروا، چون جان بر لبش رسید مادر گوید. مادر مادر جان و دلی مادر، آسازی تو جمله مشکلی مادر. مادر مادر جان و دلی مادر، آسازی تو جمله مشکلی مادر. مادر نه سما و نه زمین میخواهد، نه تاج شهان و نه نگین میخواهد. تا در هوسی راحتی طفلانی خود است، او راحتی جمله آدمی میخواهد. مادر مادر جان و دلی مادر، آسازی تو جمله مشکلی مادر. مادر مادر جان و دلی مادر، آسازی تو جمله مشکلی مادر.
عمری دراز به قرارش کرده یک لحظه پی قراری مادر باشه مادر مادر جان و دلی ما مادر آسازی تو جمله مشکلی ما مادر 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 جان و دلی ما مادر آسازی تو جمله مشکلی ما مادر آسازی تو جمله مشکلی ما مادر ای آسازی تو جمله مشکلی ما مادر درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و چنانه که شما شاهد گشتید یک نفر هنرمند محبوب کشور، هنرمند شایسته تاجیکستان بهرالله عبداللهیف مهمانی برنامه ما هستند. با مطربان و رامیشگران انسمبل ترانه و رقص فیلارمون دولتی تاجیکستان که من حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم. خوش آمدید به برنامه ما. اگر درود پیام دارید به بیننده ها، دستگاه های نواربرداری در اختیار شماست، بفرمایید. درود و سلام پیغام به همه بینندگان تلویزیون سفینه عزیز که بسیار یک تلویزیون فرهنگی است و خیلی خودم مخلصش هستم، بسیار تماشا میکنم تمامی برنامه های شیرینی شما اینا که اینقدر زیبای جالب است و با همه کارگرای عزیز اینجا که دائما ما همکاری میکنیم سلام خودم رو میرسونم و تشکر زیاد من به همه برادرای عزیز شما نیز صفا وارد به برنامه ما و از آن که امروز مهمانی برنامه ما هستید و با شما هم صحبت میشم افتخار دارم. سلامت باشید. خوش آمدید. و ببینید شما در زمان به صحنه آمدید که اون زمان ها تکنولوژیا و فناوری به مانند امروز رشد نکرده بود و مشهور شد. اون زمان کمی دیگرگونه بود، یعنی آن وقت ها بیشتر کوشش میکردن که در تلویزیون برآمد کنند و یا اینکه به سفرهای هنری به منطقه ها روند، بیشتر در میان مردم باشند. ولی حالا مثلا مشهور شدن برای بیشتر از هنرمندان خیلی ساده شده است توسط اینترنت و اون فناوری هایی که در زمان امروز است. من میخواستم که از خاطره های همون دوره خود برای ما کمی قصه کنید که چگونه بود و شما برای مشهور شدن و اون که برای که صورتهای خود را به مردم رسانید بیشتر چی کار میکردید؟ راستیگه وقتی که به فیلارمون دولتی تاجیکستان همچون آوازخوان به کار آمدم، یک بچه جوانی خیلی جوان بودیم ما و استاد عزیز. چند سال داشته؟ اون وقت 25 سال داشتم. دانشکده صنعت دولتی تاجیکستان به نام میرزا ترسن‌زاده ختم نمودیم و فیلارمون دولتی تاجیکستان به حیث آوازخوان همچون به کار آمده بودم. اون وقت یک دوره به نهایت خوب بود، دوره‌های زیبا دوره بود. هنرمندا من خودم که ولی اینقدر هنرمند نبودم، همین میدیدم از دور حواسم میومد که فلان هنرمند فلان استاد من دیدم، خیلی شاد میشدم و پس با کار دارم از استاد عزیز خیلی علم آموختیم، علمی سند آموختیم. و آن زمان ببینید فیلارمون خیلی مشهور بود. اون زمان در فیلارمون خیلی هنرمندانی معروف کار میکردن. استاد ظفرنازی جورابیک مرادوف اون من نفرانی بودن که خیلی در جمهوری شناخته بودن. خب راه یافتن چگونه بود؟ شما دعوت کردن یا که با آزمون ها طریق آزمون ها قبول میکردن؟ چگونه؟ وقتی که من با خواهش خودم آمدم هم تو در اومدن با کار آسان نبود. وقتی که با کار اومدیم اینجا راهبری بدهی فیلارمون دولتی تاجیکستان بودن تا از امتحان همون کسی از امتحان بعد گروه ها بودن که گروه های بسیار نامدار استاد ظفرنازی، استاد جورابیک مرادوف، شادران مسلمه باقی و دیگر استادای عزیز بسیار خورشید علیدادوف کار میکردن. می سنجیدم می درآمدید طور قطعی می نواختید
سه سرود میگفتن خونید، یک تا کلاسیکی، یک تا از سرودهای شرق، یک تا سرودهای طبع دلی خودتون خونید و به نهایت مشکل بود. معقول میکردم بعد و کار میگرفتم خیلی وای نبود. واقعا اون وقت هنرمندان مثلا استاد سفر نوزین و اون نفرایی که این حال نامشان را گرفتید خیلی صلابت داشتن و هر کس جرأت نمیکرد که در نزد آنها هنر نمایی کند، آواز خواند. خب چگونه بود وقتی که شما در پیش آنها امتحان سپردید؟ ترس و هیجان داشت؟ راستیه خیلی در هیجان انا لرزم میگیرید. من گفتم ای خدا جان، خدا التماس میکردم که منو با کار قبول کنم. به نهایت من انا نسبت صنعت مهرم خیلی زیاد بود و حواسم میومد از طریق رادیو یا که تلویزیون میدیدم استادای بود کاش میگفتم با مثل همین من هنرمند شدم و در دلم مهر صنعت بود. راستیه انا بعد دلی پر قطعی وقتی که انا پیشاشون هنرنمایی میکردم خیلی قبول میکردم، کمتر و به هر حال خدا و شکر قبول میکردم و خیلی خودم من خوشبخت حس میکردم. پس کار سر کردیم. اینجا فیلارمونی دولتی تابستان دویمو در سفرهای هنری بودن صنعتکارو. هم میومدن 10-20 روز میرفتن کار به سفرهای هنری به کنسرت‌های دادن میومدن. با یک 2 روز میسودن با گشت دیگر رایون دیگر انا شهرهای منطقه‌های تاجیکستان به سفرهای هنری داشتیم. وقتی که اینقدر سفر زیاد بود ایجادیات چگونه بود؟ ایجادیات خوب بود. اون وقت فرصت خیلی بسیار پیدا میشد. شبانه میرفتیم در راه خود در راه باشد خود در مهمان خانه ها باشد میرفتیم. سرودهای نو ایجاد میکردیم. نو ایجاد خودش همین سرودهایی که نو بود بعد الهام آمده ایجاد شده میگیره. وقتی برای اینکه خلق به نهایت صنعت دوست می‌داشت. هر بهکو کنسرت که میرفتیم تالارها پر از تماشابین. آدم الهامش میگه صنعتکار و منم خیلی و واقعا مثلا ببینید امروز بیشتر مردم از آن مینوزن که خب در سامانه‌های اینترنتی سرودهایشون مثلا میلیون ها بازدید شده است، میلیون نفر آنها را دیده است، ولی وقتی که با بیننده واقعی روبرو میشوی، وقتی که در یک تالار میخوانی که اونجا نفرهای زنده ایستادن و نفس میکشن و مثلا تو را دستگیری میکنن، فکر میکنم الهامش دیگرگونه است. یعنی در صحنه وقتی برای و میبینی که مردم چگونه احساس دارن، چگونه قبول میکنن، یعنی از حسیات آنها هنرمند دیگرگونه میشود. یعنی باز هم تلاش میکند که جذابتر و زیباتر خواند. درست همین گونه است. البته هر یک هنرمند باید در بالای خودش کار کند، ایجاد کند. وقتی که ایجاد کی کرد، ایجادیات که بلند باشد و انا سرودهای پر از مضمون که خوانده به سمع شنونده تماشابین که رسوند و مقبولی همون بیننده تماشابین که مقبول شد، وای هنرمند خدا خواهد همه کارش به پیش میرد و یک صنعتکار بزرگ شدن میتواند. تشکر زیاد. و باز چی دستاویز آوردید؟ چی ترانه دیگه؟ اما یک سرود دیگه میخونم، سرود برای وطن عزیز ما، برای وطن نازنین خدا ما، وطن ما تاجیکستان، شعر از استاد قطبی کرام. خب آهنگ مال شما؟ آهنگ کمینه. خب بهتری میشه، بفرمایید. با اجازه شما. وطن هنگامی ناشاعران نیست، وطن در هر بنی موی تو جان است، وطن طبعی غنی دستی کشاده است، وطن طبعی غنی دستی کشاده است، محبت خانکانی اعتقاد است، محبت خانکانی اعتقاد است. وطن چرخی بری آب و زمین است،
وطن دو چشمی بی نارانگین است، وطن چرخی برین آب و زمین است، وطن دو چشمی بی نارانگین است، کفی خاکی ورا گوهر نماید، رخی پاکی ورا اختر نماید، کفی خاکی ورا گوهر نماید، رخی پاکی ورا اختر نماید. وطن را هیچ یک مادر نزاده است، وطن را هیچ کس بر ما نداده است، وطن را هیچ یک مادر نزاده است، وطن را هیچ کس بر ما نداده است، وطن اندر بدن خون است جوشان، اگر از ما رود با او رود جان، وطن اندر بدن خون است جوشان، اگر از ما رود با او رود جان، اگر از ما رود با او رود جان، اگر از ما رود با او رود جان. ادامه برنامه فضا است. دوستان ارجمند، یادآور میشویم که مهمان برنامه امروزه ما هنرمند محبوب کشور، هنرمند شایسته تاجیکستان بهرالله عبداللهیف هستند که من بار دیگر حضور ایشان را به برنامه فضا خیر مقدم میگویم. و خب شما یکی از هنرمندان معنی سرای کشور هستید و بیشتر سر و کار دارید با غزلیات، خاصتا رو آوردید به غزلیات عبدالقادر بدیل، بیشتر از طغرل شما ترانه میخوانید. یعنی خب شما رو چی به همین ادبیات کلاسیک ما وادار کرد؟ شما رو چی تحریک داد که رو بیارید به غزلیات شاعران مشهور؟ کلاسیک خودش چیزی بزرگ است. کلاسیک وقتی که 6 مقام میگوید، سنت 6 مقام بینید چقدر بلند، و شاعران بزرگی که کلاسیکای ما هستند چقدر سخنای پر از مضمون و پر از معنی پر از معنی بزرگ و پر از فلسفه بزرگ دارند که آدم نمیتواند که آهنگ ایجاد نکند از گذشتگی، از نیاگان خدا ما، برای که خیلی بزرگ گذشتگی داره. و هر یک غزلی که میگیرید معنی اون غزل به میدارید، معنی غزل در اونجا فهمیدن در کار پیش است ما که درباره چیه همون غزل، درباره پند، نصیحت، عشق، مادر، وطن همش هست و به نهایت بلند گفتگی که هستند. و من عاشق همین غزل های نقیب خان طغرلی، احراری، بدیلی بزرگوار میرزا عبدالقادر بدیل و به نهایت نقیب خان طغرل استاد بدیل، استاد خودشون میگفتن، استاد معنوی، استاد معنوی و تکیه میکردن بسیار غزلاشون به استاد بدیل، برای اینکه بزرگ که بودن و کم باشد که حرکت کرده توانستیم یک مقدار هم باشد که من از طغرلنامه اون وقت کاخی جامع بود در همونجا برگزار گردیده بود و خیلی تماشابین آمده یک جام معنی برداشته بودن. آهنگ 18 سرود از نقیب خان طغرل من خوانده بودم و 18 سرود سال 2010 از میرزا عبدالقادر بدیل، برای اینکه تماشابین وقتی که اومده گوش میکند معنی غزل میدارد لذت میبرد و از اون جمله خودی بنده هم خیلی. بله. و وقتی که واقعا هم با همین معنی والا آهنگی زیبا همراه می شود،
من فکر میکنم معجزه میشه وقتی که با این قدر غزل های پر از فلسفه و حکمت و پند و اخلاق و آهنگ زیبا که ضم می شود نشان رستر می شود جذابتر می شود و واقعا فکر میکنم کم کسان رو میارند به غزلیات عبدالقادر بدیل یعنی در هضم کردن در درک کردن خیلی سختی میکشی واقعا خیلی فلسفه بلند داره از استادا میپرسیم نفهمیم بعضی کلمه های جمله که مقصد شما این است که پیش از همه به عمق و درون مایه و مغز همون شعر باید رفت و بعدتر آن را سرایی پیشنهاد کرد یعنی اگر یک نفر سراینده شعر و آهنگی که می سراید به مضمون اون صرفا نرود نشان رس نمیخواد یعنی همیشه خشکی و همون نامقبول بودن همون ترانه معلوم می شود و با جوانان چی توصیه میده جوانانی که خاصتا امروز به همین سمت می روند و امروز که مثلا هستن جوانانی که بیشتر میخوان که متن‌های سبک و خب آسان رو پیشنهاد کنن ولی همیشه معنی والا به قول شما کلاسیک ماندگار است نه سرودهایی که انتخاب میکنن امروز برای وقتی که سن سالشون جوان هست میخوان سرودهای شوخی و بسیار سرایند که در آینده با حرکت کنن که برای ملتشون یک سهم خودشون گذارن همین گونه حس بود در جوانی در شما که سرودهای شوخ و خب بود ولی فکر میکنم در احاطه این گونه استادانی برجسته و بسیار شناخته کار کردن و در اون گونه فضا به وایه رسیدن به هر نفر تاثیر میکنه البته هر یک رفتار استاد بزرگ میبینید یک چی یاد میگیره یک چی میآموزید از استاد میگید هر یک رفتار نازکه که رفتار نازک دارن رفتاری که اینقدر عزیزی خلق شده اونا میبینه آدم حواسش میبیاد البته یک چی دم دوستی گرفتم بکرم میگیرید استادای خب تشکر زیاد باز هم ترانه دارید چی ترانه یک سرود باز از شادروان استاد قطبی کرام با میخونم بسیار یک غزلی از جای پوت است خب بفرمایید مرحمت جز دلی من امشب عالم مضطر و خاموش بود دل مرا با یاد یاری رفته هم آغوش بود هرچی می رفت از کناری من نهانی نش بود هرچی می آمد مرا بر لب عیانی نوش بود هرچی می آمد مرا بر لب عیانی نوش بود قطره‌های اشکی شادی می نمود بهرم به چشم شبنمی پشت لبانی یار دریا جوش بود گاه با ابری سیاه گاه با چوگانی ماه آسمان یکدم مرا بر سردمی بر دوش بود آسمان یکدم مرا بر سردمی بر دوش بود
عالمی افسانه هایش گوش بود عالمی بر عالمی افسانه هایش گوش بود جز دلی من امشب عالم مستر و خاموش بود. خب تشکر زیاد، خسته نباشید. واقعا یک آهنگی خیلی جذاب بود، آهنگی آرام ولی گوشنواز و تاثیر بخش. این در کدام حالت ایجاد شد؟ این در حالتی که یک بسیار یک شب انا بسیار تمام بالیده بود وقتی که کتاب گرفتم مطالعه میکردم و همین غزل و همین سرود یک خود یک آهنگی زیبای پیدا شد و کنسرت داشتم. یک کنسرتی انا سالی گذشته بود، تیاری به اون کنسرت که داشتم و همین غزل‌های استاد قطبی کرام یک کتابشون مطالعه کردم که 4-5 غزلشون آهنگای خیلی خوب پیدا شد و همون شب یک الهام آمده همین غزل همین آهنگ ایجاد شد. اصلا آهنگ در کدام موردها بیشتر در ذهن شما پیدا میشد؟ بیشتر کدام حالت‌ها؟ در اون حالتی که وقتی که بسیار آرام باشی، طبعت خوش باشد. در حالت‌های غمگینی، در حالت‌های غمگینی نیراسیگه اینقدر آهنگ ایجاد نمیشه. برای کی؟ خب نمیدونم، شاید برخی ایجادکاران این گونه باشن. مثلا خصوصا نویسنده و شاعران بیشتر در حالت غمگینی و اندوه این گونه ایجاد میشه. البته میشه، هر کس اصلا از کجا شروع کردید؟ ایدئال شما کی بود و من همین راه رو برای شما کی توصیه داد؟ جاده هنر استاد جوربک مرادوف. خب و ایدئال هم هست. گوش میکرده در خودی چگونه بود فضای دهه و در اون دهه که جایی که سادگاه ما بود اون وقتا رادیو بود، درست گپ تلویزیون کم بود و قرطه میفتیم پلاستینکا هم خیلی چیزا بود. هم خیلی سرودای استاد گوش میکردم، بسیار استاد گوش میکردم و بعد هم خیلی پیروی کردم، آواز سرود و آهنگ و ایجاد و انا بسیار تاجیکی خون نازنین که هستم و خیلی مقبول شد. من از همون الهام گرفته بسیار روی صنعت پیش گرفتم. فکر میکنم فضای کوهستان انسان رو تربیت میکند. البته مردم کوهستان، فضای کوهستان، خاصتا عادت‌هایی که در اونجا هست انسان رو وادار میکند که انسان باشد. راست کوهستان اکن وطنی همه خود ما تاجیکستان کشوری کوهستان که هست، اینقدر طبیعت زیبایی، اینقدر کوههای سر به افلاک کشیده زیبا دارد و هر یک ما باید افتخار کنیم که ما زاده کوهسار هستیم. و نه غزلی که انا سرایدم برای همین تاجیکستانی عزیزم، برای کوهستانی عزیزم خودم خیلی افتخار کردم در کار که در همین دولت زیبایی، در همین وطنی من پر از باد هوای تازه صاف و بی‌غبار ما زندگی میکنیم. شکرانه. بله. خسته نباشید. امروز در چه حال و هوا هستید و بیشتر چگونه شعر و غزل ها آهنگ میبندید؟ هر یک ایجادکار باید در پیش خودش وظیفه گذارد که بسیارتر ایجاد کند. وقتی که ایجادیات با جمع بسیار که شدن که گرفت، بعد حرکت میکنید که باز برای تماشابینای مخلصا با حسابات شب ایجادی کنسرت کردن در کار و این حرکت ما همین یعنی داوری اصلی هر آوازخوان مخلصانش هستند، مردم هستند. مردم البته خلق دوست می‌داره، خلق بها می‌دهد صنعتکار و خلق باید ما خرسند کنیم، خلق باید سرودهای نو به نو خوانیم، نو به نو ایجاد کنیم. تشکر زیاد. بار دیگر خوش آمدید و دوستان عزیز یادآور می‌شیم که مهمانان امروزه برنامه ما هنرمندان انسامبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی تاجیکستان بودند و آوازخوانی که امروز با ترانه های دلنشینش دل ما را شاد کردند، بهرالله عبداللهیف، هنرمند شایسته تاجیکستان. و واقعا ما از صحبت شما، از حضور شما در برنامه امروز لذت بردیم و همینطور باور داریم که بیننده نیز امروز لذت برد و به شما نیز برار می‌خواهیم به کلی رامیشگرانی که امروز با سازهای زیبای خود برنامه ما را رنگین کردن. من سپاس میگویم.
آهنگ‌های جذاب بود و بار دیگر خوش آمدید. در انتها چی دستاویز دارید؟ یک غزل از شعر از خلق است. مانده اند در میان سنگ‌ها آیینه دارم مانده اند. و اجازه تدم سرده من خب حزم تماشا و با شما فرقت جان عزیز برای کارهای ایجادی و به همین نوار بردارا به همین رژیسورایی که در اینجا خدمت کردید برای خلق خدمت میکنید شما با تشکر زیاد. شما الهی خدا جان سربلند باشید. تشکر. فقط خانه‌تون پر از گندم باشد، خرسندی باشد، سلامت باشید. ما سرود خونیم فقط شما. تشکر. خب حتما. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. به شما روزگاری پر از خوشی و عشق را تمنا داریم و برنامه ما با یک ترانه دیگر به اتمام میرسد. در میانی سنگ ها آیینه دارم مانده صاحبی آبی زلالم آبیارم مانده نامی من از باستان در بیستون حق گشته است نامی من از باستان در بیستون حق گشته است کوهواره به ستون و استوارم مانده کوهواره به ستون و استوارم مانده کاری من تنها نبود شهر آفرینی شاعری بارها در هر گذر بیکار زارم ماندم بس کی صدها بار رفتم زیری دار از من گناه بس کی صدها بار رفتم زیری دار از من گناه سرکش و سر زنده دار و سر بدارم مانده سرکش و سر زنده دار و سر بدارم مانده که دنیا بشنود عکس صدایم رازی که ها را هم صدای پاسدارم مانده تا که امین باشد از اغیار هم خونانی من تا که امین باشد از اغیار هم خونانی من تاجی خود در قله های کوهسارم مانده تاجی خود در قله های کوهسارم مانده تاجی خود در قله های کوهسارم مانده در میانی سنگ ها آیینه دارم